درباره پدر مادر گفتنیم به شما که دعای پدر مادران گفتگیم انشاءالله در آیات های قرآن آمده که الله تعالی رضا است از آن نفرانی که از آنها پدر مادرشون رضا باشد. مادرم رحمتی هم در پیش خودم از دنیا گذشتگیان، دو سال نابینایی گشتگیان، نگاه بینشون کردگیان. مادرم رحمتی شوهر داشتم، از شوهرم اجازه گرفته سرخشت منم اومده با همراه مادرم یک ماه میستودم، یک هفته روزهای صورتی اومده میستودم مادرم قدیم. خب مادرم همون شبه که مثلا که از دنیا گذشتن وزنی شدن من در خانه سرخشت منم بودم تلفن کنه که بیایی که وزنی شدن سرخشت منم که روین مادرتون با همراهی باشه. اومده که شب مادرم قریبی صبح دمیدن پیش از آمد موندد از دنیا گذشتن در پیش خودم در حقشون آبی زمزم داشتیم چکاندم کلمه رو گفته پیش از گذشتنشون گفتن که پیش از مثال وفات کردنشون با گفتن که دختر جون سوره آیت الکرسی رو بخون. آیت الکرسی رو خواندم مثال که از دنیا گذشته مادرم من هرشان خودم بستگی بودم ان شاء الله دعای مادرم گفتگیم.